انسان نوابسته از آن که به یگان قوم یا ملت تعلق داشته باشد مکرم و گرامی هست. الله تعالی در سوره اسراء گفت ولقد کرمنا بنی آدم، در حقیقت ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم. و در دوامش گفت که وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و ما انسانیت را از بسیار مخلوقهایی که آفریدیم آنها را افضل و برتر گردانیدیم. از جمله احترام های الله تعالی به فرزندان آدم این است که دلخواه جسدی مرده مشرک یا غیر مسلمان اگر در اختیار مسلمان ها باشد، شریعت آنها را امر میکند که جسد را زیر خاک دفن کنند. همچون احترامی فرزندان آدم نه سوخته شود، نه پاره کرده شود، نه در هوای کشاد گذاشته شود تا لاشخورها آمده خورند.